السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. مطمئنم خیلیاتون راز گنبد طلای امام رضا رو نمیدونستید. اینکه 8888 قطعه خشت طلا تو این گنبد کار شده به عدد 8 آقا امام رضا. و اینکه این رو میخوام بگم که خیلی مهمه، پشت هر خشتی یک هرز یا به قولی یک طلسم نوشته شده. اگه کسی تو زندگی شما شیطونی یا حسادت کرد یا به قولی دعا خوند، راحت با نیم ساعت نگاه کردن به گنبد طلای امام رضا زندگیت پاک میشه، صاف میشه از این موضوعات حسادت. خیلی مهمه. اگه میخوای توسلت تو حرم آقا امام رضا تکمیل بشه، بهت بگم بهترین جا صحن انقلاب یا همون صحن اسماعیل طلا هست که گنبد کامل دیده میشه. کافیه بشینی روبروی گنبد و 1001 مرتبه بگی یا رؤوف و یا رحیم. مطمئنم دست خالی بر نمیگردی. یادت باشه منو از دعای خیرت بی نصیب نذار.